سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هرچی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیوی امروز در مورد تمرین صدا در ماندره سبتک و یا لور آکتیف می باشه. تمرین صدا در لور آکتیف در موقعی که ما تازه از خواب بیدار میشیم بسیار مفید است. صبح وقتی که ما از خواب بیدار میشیم گلون ما صاف می باشه، اعصاب ما آرام می باشه و مهمتر از این که ما هنوز چیزی نخوردیم شکم هم صاف می باشه. از اون خاطر تمرین صدا میتونه که بسیار زیاد مفید باشه. البته تمرین صدا در هر آکتیف ها، مخصوصا در لور آکتیف یا ماندره سبتک. تمرین صدا در ماندره سبتک بسیار زیاد مهم است. شاید سوال کنین که ما که وقتی آهنگ میخوانیم خب از ماده سبتک استفاده میکنیم زیادتر، ما کمتر نوتای ماندره سبتک استفاده میکنیم. به خاطر چی؟ تمرین صدا در ماندره سبتک خیلی مهم است. فهمیدن جواب از این سوال بسیار مهم است برای ما. تمرین در ماندره سبتک یا لور آکتیف به خاطر از این مهم است که گلون ما باز میشه، صدای ما عمق پیدا میکنه، دیپ میشه و همچنین اگر ما نوت‌ها را در این سبتک در کنترل خود داشته باشیم صدای ما در آکتیف‌های دیگه بسیار بسیار و مقبول می باشه. از این خاطر است که تمرین صدا در لور آکتیف و یا ماندره سبتک بسیار زیاد مهم است. هنرمندای بسیار مشهور دنیا در لور آکتیف روزانه حتما تمرین می داشته باشند. من خودم وقتی که صبح از خواب بیدار میشم اول یک گلاس آب گرم می نوشم پیش از اینکه من چای صبح شروع کنم. یک گلاس آب گرم می نوشم و به تمرین صدا در ماندره سبتک شروع می کنم. ترتیب یا روش تمرین امروز ما به صورت می باشه که ما اول نوتیشن نوت‌ها را در ماندره سبتک تمرین میکنیم همراه مترونوم و هارمونیا و بعد از او بدون هارمونیا تمرین میکنیم. بعد از او ما آکار نوت‌ها را تمرین میکنیم و الانکار جور میکنیم و الانکار تمرین میکنیم از این نوت‌های ماندره سبتک و داخل یکی از آهنگا را دمی سبتک لور آکتیف ما تمرین میکنیم. دوستای عزیز، تمرین صدا در هر سبتکی که باشه بسیار مهم است که در شروع سبتک یعنی سه و یا دا بسیار زیاد مهم است که سه ما را حداقل 5 تا 10 دقیقه تمرین کنیم. به خاطر از اینکه اگر سه درست باشه بعد از او نوت‌هایی که بعد از او میایه و یا پیش از او می باشه حتما اونا در جایشان می باشن سرا و تمرین ما یک تمرین مفید می باشه. و اگر سعی ما درست تمرین نشه مطمئن باشین که دیگر نوت‌ها هم در جایشان درست تمرین نمی شده باشن. و در زمان تمرین صدا بسیار زیاد مهم است که ما اکسیژن مورد ضرورت خود تنفس کنیم. اگر ما اکسیژن درست تنفس نکنیم ما بی‌سال میشیم، نوت‌ها را تا آخر نمیتونیم طول بکشیم و صدا کنیم، پس میریم یک جای شروع میکنیم. مترونوم ست میکنم در 4/4 تایم سیگنیچر و تمپوش هم 80 بیت پر منت می باشه و هر نوت ما به اندازه 1 بار و یا 4 تا ماتره طول میکشه. یعنی در زمانی که ما تمرین میکنیم هر نوت ما به اندازه 1 بار یا 4 ماتره او صدا کشیده میشه. باز حالی که ما تمرین کردیم شما میفهمید مقصدم که ما چی میخوایم بگویم. خب دوستای عزیز، یک چیز بسیار مهم باید ما بگویم که وقتی که در لور آکتیف یا ماندره سبتک تمرین صدا آسان نیست.
و چون که ما وقتی که صحبت میکنیم از ماندره سبتک کمتر استفاده میکنیم و زیادتر از ماندره سبتک استفاده میکنیم برای گپ زدن، از اون خاطر گلون ما باز نیست هنوز به اینقدر نوت‌های پایین و ما باید که گلون خود آهسته آهسته عادت بدیم به تمرین صدا در ماندره سبتک. اگر ما فشار بیاریم میتونه که تارهای صوتی گلون ما التهاب کنه و صدای ما باید از خوب شود، خدای ناکرده بدتر شود. و بسیار مهم است که وقتی که ما تمرین صدا در ماندره سبتک میکنیم از طرف سای ماندره سبتک آهسته آهسته به طرف سای ماندره سبتک بریم و این وقتی که ما از طرف سای ماندره سبتک به طرف سای ماندره سبتک نوت به نوت میریم، در هر نوتی که ما دیگه توان ما نداره، گلون ما نمیتونه که دیگه صدای پخش از خود تولید کنه، از اون خاطر ما اونموج استاپ میکنیم و این تمرین ما روزها هفته ها اجرا میکنیم تا وقتی که آهسته 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 کم یک نوت نیم نوت یک نوت ما آهسته آهسته به طرف پایین تر آمده میریم. بسیار زیاد مهم است که این نقطه را همچنان در نظر بگیریم. من فعلا چون کم تمرین صدا کردیم، صدای من میتونه که تقریبا مکمل ماندره سبتک تمرین کنه، از اون خاطر من امروز ماندره سبتک مکمل تمرین میکنم، اما شما هر کدومتان از گلونتان با خبر هستین و مطابق شرایط گلون خودتان تمرین صدا بکنین. پس میریم شروع میکنیم. خب دوستای عزیز، مترونوم ما ست میکنیم در 4/4 تایم سیگنیچر و تمپویش 80 است. اگر شما در قسمت استفاده مترونومی که من استفاده میکنم معلومات خواستین، لطفاً این ویدیوی بالا را حتما چک بکنین. خب میریم شروع میکنیم.
با دا نی سا شما زیادتر تمرین کنید، ولی من آلف استاپ میکنم و شما همونطور چندین دفعه تمرینش کنید. حالا میریم الانکار تمرین میکنیم. Da
پیدا شد ما ایره از اسکیل دی میخوانیم. این آهنگ در میجر سکیل جور شده، از او خاطر ما دی میجر سکیل. من نوتای شما اول امی دی میجر سکیل برای شما اول میخوایم نشان بدم که بخاطر از اینکه ما درست تانسته باشیم که تمرین صدا کنیم، ما اول باید از اسکیل بفهمیم که اسکیل چطور شکل گرفته، چی رقم است و بعد از او کورداش میبینیم که ما با آسانی بتونیم تمرین صدا کنیم. خب اسکیل دی میجر سکیل قسمی است که سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. خب کورد اولش همی است، این کورد اولش. کورد دومش، کورد سومش، کورد چهارمش، کورد پنجمش، کورد ششمش، کورد هفتمش. دمنش دست و ما این کورد در یه آهنگ استفاده نمیکنیم بخاطر از اینکه احساس آهنگ اتر نیست که ما دمنش کورد استفاده شود. دوستای عزیز، این بود ویدیوی امروز. امیدوار هستیم که موضوع جالب و آموزنده بوده باشه و شما اگر همچون ویدیوها را پشت دارین و تا حال این کانال را سابسکرایب نکردین، لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نکنین تا که ویدیوهایی که ما داریم آپلود میکنم
به شما به زودترین فرصت برسد. دوستای عزیز، امی تمرین را شما هر روز کوشش کنید که داشته باشین. موضوع ویدیوی هفته آینده من در مورد تمرین صدا در اومدی سبتک است. امیدوار هستیم که تا هفته دیگر شما را جور سر سلامت دوباره ببینیم. تا هفته آینده، بدرود دوستای عزیز.